در شهر ماردوش کاوه خوش آمدید. این بار در برنامه‌های قریه به قریه آمدیم به ولایت زیبای بامیان. دنبال یک واقعه تکان دهنده تاریخی نیز می رویم. این واقعه تاریخی پیدا شدن استخوان‌های پوسیده انسان‌ها به شکل جمعی در یک مغاره می باشد. باید اوجا بریم، در او بالا کوره می بینین. اینجا استخوان بسیار زیاد است. شما ببینید هموطنان عزیز، او استخوان است. اینیام جمجمه سر است. 600 نفر هیچ بالا از هم که میمود اینجا هیچ فهمیده نمیشد که نفر کجا رفته و کجا نرفته. به نام یاد خدا. سلام افغانستان، شرقل است، خوش آمدید، خوشگل دزلر. هموطنان عزیز به برنامه قریه به قریه در شهر ماردوش کاوه خوش آمدید. این بار در برنامه‌های قریه به قریه آمدیم به ولایت زیبای بامیان. بامیان که هر بازدید کننده تا رسیدن به این ولایت زیبا حافظه تلفنش پر میشه، چون هر قدمش آراسته با زیبایی، تاریخ، فرهنگ، افسانه و رازهای پوشیده لای کوهستان‌ها می باشد. در این برنامه ضمن این که یک قریه دوردست و فراموش شده را به تصویر میکشیم، دنبال یک واقعه تکان دهنده تاریخی نیز می رویم. این واقعه تاریخی پیدا شدن استخوان‌های پوسیده انسان‌ها به شکل جمعی در یک مغاره می باشد. دوستان ما زیاد درباره مغاره نمیفهمیم، باید بریم از نزدیک ببینیم. این برنامه خود را از مرکز بامیان شروع و به طرف قریه قشقارک دریای فولادی میریم. تا رسیدن به قریه قشقارک هموطنان عزیز از تک تک زیبایی های این دره دیدار می داشته باشیم. ناگفته نمانه ما در بالای شهر غلغله هستیم و جنگ های گذشته شهر غلغله ربط به او مغاره داره. وطندار عزیز، مغاره را که گفتم استخوان های انسان ها در اوجا زیاد است و از اینجا بامیان بسیار زیبا دیده میتونیم، چون در بلندی های هستیم که بامیان بسیار مقبول معلوم میشه. کافی است که تا پایان برنامه را ما را همراهی کنین و این بار بامیان را زیباتر و زیباتر ببینید.